مرد میگد یک مرد را دید بالای پلنگ سوار است و در دست خود یک مار دارد. هر اینها درنده هستند، اینها به انسان رام نمی شوند. سوال کردند ای دوستی خدا، چی کردی درنده رامی تو شد؟ چی کار کردی؟ چی کار کردی که امروز در بالای پلنگ تو سوار هستی؟ چی کار کردی که این مار در دست تو به تو ضرری نمی رساند؟ ما را راهنمایی کن، سیر این را برای ما آشکار کن. بگفت ار پلنگم زبون است و مار، و اگر فیل و کرگس شگفتی مدار. ای مرد خدا گفت تو امروز بالای پلنگ را سوار میبینی، در دست من مار را میبینی که اینها به انسان ضرر میرسانند و امروز مطیع من شدن، فرمانبردار من شدن. اگر فردا میبینی که بالای فیل سوار هستم و در دستم کرگس باشد که اینها هم درنده هستند، شگفتی مدار، در تعجب نه، بلکه سیر این را برای من آشکار میکنم. تو هم گردن ز حکم داور مپیچ، که گردن نپیچد ز حکم تو هیچ. حضرت گفتند ای بنده خدا، اگر مثل من تو هم خدا ترس باشی، اگر مثل من در پنهانی و در آشکارا از خدا بترسی، همه پرنده های این بیشه برای تو فرمان بردار می شوند. تو از حکم خدای خود گردن مپیچ، همه اینها فرمان بردار تو می شوند. حضرت عقبه می گوید، عقبه ابن نافع که یکی از فرمانده های کشون های اسلامی بود، وقتی حضرت با همراهی عسکرهای خود برای اشغال کردن قسم شمال افریقا حرکت میکند، به یک سرزمین میرسند، میخواهند آنجا استراحت کنند و یک کارشناس را روان میکند، میگوید رو یک زمین را انتخاب کن تا که آنجا بنای برای خود میسازیم و از همین جا هجوم به دولت افریقا میکنیم. این زمین شناس یک زمین را اختیار میکند، بیاید پیش حضرت عقبه، میگوید عقبه یک زمین خیلی خوب مناسب یافتم، لکن در داخل این زمین شیرها و پلنگها و مارهای عفی و گرگ و شغال خیلی زیاد است. اگر ما آنجا زندگی را اختیار کنیم، اینها ما را زلال میرسانند. حضرت عقبه که از خدا میترسید، از جای خود خیز به این سرزمین آمد و از بالای کوه برآمد، گفت ای گله پلنگ ها، گفت ای گله شیرها، ای تمام درنده هایی که در این بیشه زندگی میکنید، همه تان از این سرزمین خارج شوید، زیرا ما اصحاب پیغمبر خدا هستیم. اینجا می خواهیم که برای خود سکونتی را اختیار کنید. اگر سخن مرا نمیشنوید، اطاعت نمی کنید، هر ضرری که دیدید از خود گله کنید. اصحاب در حیرت افتادند، آیا سخن عقبه را این درنده ها میشنیده باشند؟ یک زمان گذشت، میگد شیرها همراه فرزندهای خود، مارها همراه فرزندهای خود، گرگها همراه فرزندهای خود سیله سیله شده، میگه از این بیشه بیرون برآمدن. اصحاب گفتن عقبه اجازت نمیدی که حمله کنیم به بالای اینها؟ نه، گفت ما با اینها عهد و پیمان کردیم، عهد و پیمان کردیم که اینها از پیش خود برآیند، اینها برآمدن، ما به اینها پیمان شکنی نمی کنیم. گفتن عقبه چگونه اینها سخن تو را شنیدند؟ گو اصحاب گفتند کسی از خدا بترسد، تمام درنده از او میترسد. من نفری هستم که از خدا میترسم و این درنده ها آواز مرا شنیدند و اینها از این دره و از این بیشه دور شدند.